عالم شناخته تاجیک اکادمیک سید محمد اودینایف شام 3 آگوست سال 2023 در سن 81 از عالم چشم پوشید. سید محمد اودینایف 19 اکتبر سال 1942 در نوع خوالینگ به دنیا آمده. سال 1965 رشته فیزیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرد. او در طول 58 سال تا پایان عمرش به تحقیقات علمی در رشته فیزیک مشغول شده. چندین سال در رشته فیزیک دانشگاه دولتی و بیش از 30 سال در پژوهشگاه فیزیک و تکنیک اکادمی علم‌ها به نام سلطان عمروف کار کرده تا به مقام مدیر و پژوهشگاه رسیده است. سید محمد اودینایف سال 1988 تا 2001 مدیر پژوهشگاه فیزیک و تکنیک، از سال 2001 تا 2005 رکتور دانشگاه فنی به نام اوسمی و سال 2005 تا 2008 رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و سپس چندین سال نایب پرزیدنت اکادمی علم‌ها و مدیر شعبه علم‌های فیزیک و متماتیک، شیمی، گیولوژی و علم‌های تکنیکی در این نهاد اساسی علمی تاجیکستان بود. سید محمد اودینایف رساله نامزدیش را سال 1983 در دانشگاه کیو اوکراین و رساله دکتریش را سال 1995 در دوشنبه حمایت کرده. همان سال عنوان دکتر علم‌های فیزیک و متماتیک و سال 1996 عنوان پروفسور را به دست آورد. سال 2008 اودینایف عنوان اکادمیک اکادمی علم‌های تاجیکستان را صاحب شد. او همچنین سال 1994 عضو اکادمی علم‌های نیویورک و سال 2004 اکادمیک اکادمی بین المللی مکتب‌های عالی انتخاب شده بود. با وجود نام و مقام و عنوان‌های بلند، اکادمیک اودینایف به خودسوری خود شهرت داشت.